سلام دوستای عزیز، ببینین این عظیم‌ترین کاریه که تا حالا دیدم. نگاه کنید چقدر عمیقه. میرم پایینتر و پایینتر. ببینین اونقدر بزرگه که تهش معلوم نیست. ببینین هنوز دارم میرم. الان تقریبا چند دقیقه است مشغول دیدن اینم. ببینید چقدر عمیقه، راحت. فقط چند بلاک تا لایه پایینی مونده بود. ببینین تو آخر ویدیو نشونتون میدم. خیلی سخته اینجوری جای اسپان بشه. ببینیم آخرشو ببینیم. همین گونه که میبینین دارم میگردم. این کار تمومی نداشتن، من نصفشو نگرفتم. ببینین چقدر پهناور بزرگ. آدم کپ میکنه. چقدر عمیق میشه یه دونه کار آخه. ببینین این اسم این واردنه. واردن اینجا اسپان میشه دیگه. یه دونه دایمند اینجا من دیدم. ببینین اول اینو میترکونم. نخواستیم اسپان شه. یه دونه دایمند کوچیکی تو یه جای مخفی بود. ببینین میگن زیر اینها احتمال اینکه دایمند باشه بیشتره. گشتم نبود دیگه که زیاد نگشتم. اومده بودم فقط این ویدیوشو بگیرم نشونتون بدم چه کار عجیبیه. ببینین یه دونه دایمند اینجا، دقیقا اینجا اسپان شده. خیلی باحاله. الان میخوام ارتفاعشو نشون بدم چقدر مونده تا سطح زمین. ببینین چند لحظه صبر کنین اینجاش. الان میخوام برم 3 بلاک 4 بلاک 5 6 7 8 9 10 11 12 13 کنم 13 14 تا بلاک فقط منفی بود، کم مونده بود. یعنی عمیق‌ترین کاریه که تا حالا دیدم. فعلا تا ویدیوی دیگه بدرود دوستان.